زمانی نه چندان دور تهران شهری بود که شبهایش در تاریکی فرو می رفت. مردم کوچه ها و خانه های خود را با چراغ های نفتی و فانوس های کم نور روشن می کردند. بوی نفت در هوای سرد شب می پیچید و نور زرد و لرزانش سایه های ترسناک روی دیوار می انداخت. اما در دل همین تاریکی رؤیایی در حال شکل گرفتن بود. رؤیایی نوری که از آتش نبود، نوری که از آینده می آمد. چند مهندس ایرانی و خارجی در گوشه‌ای از شهر نقشه‌هایی را روی میزهای چوبی پخش کرده بودند. برق، واژه‌ای تازه، پر رمز و راز. مردم باور نداشتند که روزی دیوارهای خانه‌هایشان بدون شعله روشن شود. اما صدای ژنراتورهای ابتدایی در یکی از محله‌های تهران سکوت شب را شکست. صدایی که آغاز فصل جدیدی برای ایران بود. غروب یکی از شب‌های پاییزی ناگهان در چند خیابان مرکزی لامپ‌های سفید و خیره کننده روشن شدند. مردم با دهان باز به آسمان و به هم نگاه می‌کردند. کودکان خندیدند. پیرمردی اشک ریخت و گفت: شب مثل روز شده. تهران برای اولین بار در تاریخ از تاریکی بیرون آمده بود. برق فقط شهر را روشن نکرد، دل مردم را هم روشن کرد. شبها مغازه‌ها دیرتر بسته می‌شدند، بازارها رونق گرفتند، زندگی تازه‌ای جریان پیدا کرد. فانوس‌ها آرام آرام خاموش شدند و تهران با هر چراغی که روشن می‌شد به آینده‌ای درخشان‌تر نزدیکتر می‌شد. آن شب تاریخی فقط آغاز بود. امروزه هر چراغی که در خیابان‌های تهران روشن می‌شود، ادامه همان جرقه نخست است. از تاریکی تا روشنایی، از نفت تا برق، از گذشته تا امروز. و شاید این داستان یادآور یک حقیقت بزرگ باشد. هر نوری روزی از دل تاریکی زاده شده است. اگه از این سفر در زمان خوشت اومد، حتما سابسکرایب کن تا با هم بریم سراغ داستان‌های بعدی تاریخ ایران. نوری که هیچ وقت خاموش نمیشه، همین کنجکاوی توئه.